سلام خدمت همه دوستان. چالش روز 11 میبینید که جوجه‌ها سلامتن دیگه. از فردا باید محل نگهداریشون بزرگتر شه. باید این قفس‌ها، این دیوارایی که این بغل چیدن، کنار چیدن، وسط قفس چیدن رو بردارن تا جوجه‌ها راحت‌تر بتونن تحرک داشته باشن. از امروز دونشون هم تغییر دادیم، دونشون بزرگتر شده. نگاه کنید دون تغییر کرده، سری قبل کوچیک‌تر بود، دیگه از روز 11 به بعد دون تغییر میکنه. دونشون فعلا همون پروتئین بالا، یعنی پروتئینش 23 تا 25، انرژی دون 17 تا 20 روزگی. پروتئین بالا به جوجه‌ها میدیم که تحرک داشته باشن و بتونن رشد کنن. از 20 روزگی به بعد دون تغییر میکنه که تا اون روز به اطلاعاتون میرسونم. اگه سوالی بود در خدمتم.